همونطور که میدونین 30 روز دیگه FC25 یا همون فیفا 25 منتشر میشه. پس ما توی این چالش سعی داریم که قوی ترین تیم فیفا که ریتش 99 رو توی 5 روز و 5 پارت بسازیم. همونطور که از اینترو دیدین ما یک تیم میخوایم بسازیم با ریت 99. کاملا همه چی باید 99 باشه و یک عدد بازیکن 98 بالاخره میتونه باشه، چون این نیانگی میگیره یه بازیکن 98 میتونه باشه. حالا تیم اونو همینجور که دارین اینجا مشاهده میکنین، ما اشمایکل 97، استونز 97، کمپانی 97، لام 99، ساوا 99، پله 99، دیپال 99، کارشوی 99، جینولا 98، هالند 99، دمبله 99 که احتمالاً آخر این سری ویدیوها و این 5 پارت و این 5 روز ما به جای آقای دمبله اوزبیو رو می‌گیریم و در واقع میتونیم اینجوری راحت کنیم خودمونو. حالا پدری 99 اینجاست، آلوارز 99 اینجاست، پوشکاش 98، گولیت 97 و پوتیاس 99 هم اینجاست. حالا اگر من بخوام اینم بیارم، بلینگام اینام که میبینین دیگه اینجاست. و خب حالا ما الان برای اول کار و شروع کار این 5 روز و در واقع روز اول از همه چی تصمیم گرفتم. من تصمیم گرفتم آقا بیا 50 تا پلیر که مثلا 81 ببندم که این 82 ببندم که این 50 تا رو بزنیم. اولی هیچی 50 تا خیلی طول میکشه، برای همین سریع میزنیم. خیمنز داپلیکیت 82 84 82 بعدی 90 82 بعدی 84. خوب داره میده تقریبا میشه گفت اگه چش نزنم. البته رابینسون 90 بعدی. خیلی سریع داریم میریم جلو ببینیم که چی میشه. اگر بخوام یه ذره سریع تر باشم یکی در میون نزنیم. نظرتونه یکی در میون نزنیم چون خیلی کار داریم. گرافینیای داپلیکیت دبلیو خوب شروع شد. ما الان مسی، نیمار، رونالدو رو خیلی نیاز داریم، مخصوصا نیمار چون LW 99 میخوایم. همچنین این پیکایی هم که مثبت 95 که امروز میبندیم هم بله چقدر لگم و خودتونم مشاهده میکنید. همین پیکایی که ما امروز میبندیم هم میتونه به همون نیمار، وندایک خیلی مهمه، لوسیو خیلی مهمه، این دو تا بازیکن خیلی مهمه. امروز چهارشنبه است، پنجشنبه، جمعه، شنبه و یک شنبه این پارتمون و این کلا 5 روزمون و 5 پارتمون تموم میشه. کوردوبا خیلی لگم آقا. کوردوبا دبلیو بعدی کافو خوب داره میده خدایی. ما اسپیسی میخوایم ببندیم زیاد و جورج بست 98 بعدیمون همینجوری پیش بره که دیگه نه. و آقای رابرتسون چون خیمنزو یه دور دیگه هم برداشته بودیم. سریع خیلی سریع برمیدارم بچه. این یه سری بازیکنهای کرافتینگ هم میاد حالا در ادامه. فکر کنم روز 4 که میشه شنبه با هم داشته باشیم. نمیدونم مطمئن نیستم این کرافتینگ ها کی میاد. فکر کنم شنبه میاد و آره اگر شنبه اون داشته باشیم اونو پیرس همینجوری که داریم میبینین، اگر شنبه اونو داشته باشیم که لیدلی کینگ و دبلیو اونم خیلی پک میده. یعنی فکر کنم حدودش 5 تا پکی داده رو دیگر و 5 تا پک دیگه هم میده. 5 تا پک رو الان ندارم حقیقتا، اون 5 تا پکی داده و زدمشون
ولی برای امروز این 50 تا پیک رو داریم، مثبت 95 یه دونه شو داریم دیگه. گیرو احتمالا مثبت 95 اون یکی شو داریم چون 2 تا بستم، 2 تا مونده. یه 82 برداریم برای در واقع 85 ضرب در 10 داریم، 84 ضرب در 10 داریم. زیاد داریم خدایی و قرار همشو بزنیم و ببینیم که چی میده دیگه. امیدوارم که چیزای خوبی بده. و بابا این چیه؟ چشش زدم داشت خیلی خفن میداد. به خدا چشش زدم، چشم شور نیست البته 82 وای یه گروه داشت. این هم داشتم 82 و 83 خوبن. ترجیح میدم اگه 84 باشه تو پیک 82 بردارم یا 83 چون 82 و 3 میتونیم باشون بریم 84 ضرب در 10 کنیم و حتی 85 ضرب در 10. برونز داره میده خدایی، همین که داپلیکیت ها کمه که خب آقا این ایران پارادیس هم اینجا داد بهمون. دوباره برونز رو داره. اشتباه زدم. وای ساکا رو ندیدم. اشکال نداره، حداقل خوبیش اینه که داپلیکیت نمیشه. اینم داپلیکیت اینجا بزنیم. آرنولد یه دونه اینجا بزنیم. مکالیستر دبلیو یه دونه اینجا بزنیم. یه دونه اینجا بزنیم. این بازیکنایی هم که زدم رو میتونیم بریم توی اینستاگرام سپن فیفا رو سرچ کنین و همین اسم یوتیوبمونه سپن فیفا رو سرچ کنین و میاره واسهتون هایلایت وایت یا همون سفیدی رو برین ببینین. اینجا تمام بازیکن‌ها رو داریم. حالا من برم با این بازیکنایی که داده یه چی ببندم و سریع برگردیم. خب آقا اینجا 84 ضرب در 10 یه دونه داریم، سریع میزنمش. او مرسی برو خدا میکنه پشت کاناواره نزدیک بود مسی باشه. نداد آقا، مسی رو نداد بمون. نخواست بده. میدونی این مشکل اینجاست، نداد با نخواست فرق داره. اوکی برو بریم واسه پک بعدی. آقا 85 ضرب در 10 همینجوری سری زدم و توتس باشه خوبیش اینه که پشت توتس نیست. ریما هم دارم. خیلی قراره داپلیکیت ببینیم، خیلی قراره داپلیکیت ببینیم، ولی اصلا اشکال نداره چون میریم همشون رو میندازیم همینجوری پک میبندیم که دیگه ویدیو 5 روزش باید تمام تلاشمون رو بکنیم دیگه، تمام سعی و تلاشمون رو بکنیم همینجوری که میبینین و فعلا تمام تلاشمون رو کردیم. بکنم هر روز حدود 20 تا پیک همین اول ویدیو داشته باشیم، 2-3 تا پیک 95 داشته باشیم هر ویدیو، 1-2 تا تهش مثلا 2-3 تا داشته باشیم و روز اول به پایان میرسه، پارت اول به پایان میرسه. بعد از این مرسی که تا اینجا با ما همراه بودین. کسایی که موندن همشون گرم تا اینجا. پارتای بعدی به زودی زود میاد، هر چی زودتر شک نکنین پارتای بعدی میاد. پارتای بعدی به زودی میاد و دیگه منتظر بمونید ببینیم میتونیم تیم 99 رو بسازیم و بهترین تیم فیفا رو بسازیم یا که نه. پس بهترین تیم فیفا البته فرسونا. پس مرسی که تا اینجا ویدیو با هم رو ببینید. لایک، کامنت، سابسکرایب، زنگوله هیچی فراموش نشه. بازم ممنونم، دستتون در نکنه. و این پیکو زدم این گوگل اپلیکیت داد. پس فعلا خدافظ. خب دیگه الان اینجا تموم شد ویدیو. حالا با هم باید خاموش کنم. ببین این اینجا 3